درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما سلسله کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 91. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کسینوفونت و کیراپدیا، کروشنامه او. در این شرایط مفلس شوی دولت پاریسی که امکانیت‌هایش خیلی محدود بود آشکار گردید، در حالی که شهروندها به آن بیش از پیش طلباتشان را اظهار نموده اصرار می‌کردند. کم بضاعت‌ها درباره باز هم وسعت دادن یاری دولتی، ثروتمندان درباره تأمین نمودن امنیت مالکیت و حیاتشان از سوی قصدها از جانب این کم بضاعت‌ها، درباره در مملکت استقرار نمودن ترتیبات مستحکم. دولت پاریسی نتوانست که این طلبها را قانع گرداند و وحدت و رضایت شهروندان را میبایست تأمین نماید. از این رو به بحران عمیق و قانونی دچار شد. همان یک روند اجتماعی، قشاق شدن عامه، نه تنها به برهم دادن تکیهگاه عنعنوی پاریس گروه‌های جنگاوران نیم حربی، بلکه باعث به وجود آمدن قوه نوی سیاسی، قوه‌های حربی زرخرید گردید که آنها را در حالت ضروری برای سرنگون کردن نظام‌های موجوده دولتی استفاده بردن ممکن بود. حقیقتاً سقوط دولت پاریسی، ناتوانی آن در مبارزه با مشکلات روزافزون و تجربه تعیینات اضطراری که از آن سرچشمه می‌گیرند، به تشبث اشخاص علاهیده شهرت پرست که به حزب‌های دوستان شخصی خودشان و زرخریدان تکیه نموده برای قدرت یگانه تلاش به خرج داده، به این وسیله برای احیای استبداد زمینه می‌گذاشتند، الهام می‌بخشیدند. تمایلی به میان آمده برای از بین بردن پاریس از داخل آن با تمایلی نه کمتر آشکارا برای برطرف کردن آن از بیرون پره می‌گردید. رابطه‌های روزافزون اقتصادی و سیاسی دلبستگی و مرام خاص پاریس را برباد داده، در همه جا میل و خواهش متحد شوی، مخصوصاً در داخل منطقه‌های علاهیده تاریخی، اتحادیه‌های خلکدیک، فسالی، بیعاتی، ارکد و دیگران مشاهده می شود. اما
این پیشرفت با مانعه‌های جدی روبرو آمد. غیر از عرف و عادت‌های مختار پاریس، خواهش پاریس‌های سلطنت‌خواه برای به قدرت خود وارد ساختن اتحادیه‌ها بد و ناپاک بود و از طرف دیگر رقابت این قدرت‌ها با سبب سلطنت خواهی در یونان ادامه داشت. همه این به جنگ‌های دوامداری بین همدیگری سببگار شد که قدرت یونانی ها را سست کرده برای دخالت پارس‌ها و کارهای آنها الهام بخشید. چنین وضعیت تخم ناامیدی و ناباوری را به امکانیت‌های دولت موجوده، به حق برآوردن عرف و عادت و اندیشه‌های موجوده در قلب آدمان کاشت. تعلیمات سیاسی عنعنوی دموکراتی و اولیگارخی در رویاروی وظیفه‌های نو ناتوانیشان را نشان دادند و به حدی که بحران شکلی طولانی‌تر و تیز و تندتر را گرفت، در جامعه در بین آدمان سطح‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی اعتقاد تقویت می‌یافت که تنها شخصیت قوی، پیشوای با نفوذ یا مستبد می‌تواند راه خلاصی از بنبستی را که دولت پاریس به آن وارد شده است پیدا کند. در ادبیات سیاسی که عقیده و درخواست‌های برگزیدگان پاریس را انعکاس می‌کرد، موضوع و سیمای تصوری حاکم قوی مشهور می‌گردد و مسئله‌های حاکمیت شاهی اثرهای مخصوص شاگرد سقراط، اساسگزار مکتب کلینیکی آنتیسفن بخشیده می‌شود. پهلوهای گوناگون شکل حکومتداری منرخی را افلاطون در دولت، سیاست و قانونها و ارسطو در اتیکه نیکامخی و سیاست تحقیق می کنند. این موضوع در یک قطار نطقها و نامه‌های سقراط درباره اسب‌های فایتونکش، نطقهای کیپری فیلیپ موردی کار کرد قرار گرفتند. اما از بس که از نمسازی داخلی را به بازسازی بیرونه، برقرار نمودن ترتیبات داخلی شهرهای علاهیده، به مقرر نمودن صلح عموم در یونان و به پیروزی در هجوم پارس‌ها تصور کردن ممکن نیست، سیمای حاکم قوی همزمان با صفت‌های مبارز برای متحد شوی علت، راهبری محاربه حربی عمومی الینی به شرق شاه استیلاگر دارا می شود. به همین طریق آرزوها درباره بازسازی اجتماعی و سیاسی جامعه با غایه شاهیگری و آن باشد در نوبت خود با غایه پن الینی پیوست می شود. کسینوفانت در رشد این غایه ها نقشی برجسته بازیده است. و نه تنها عنعنه ادبی پمفلت نویسی اولیگارخی را با انتقاد دموکراسی افینه و آرمانسازی نظام دولتی اسپارتانی را ادامه داد، پرستش شخصیتی توانا را تشویق داده به موضوع حاکمیت شاهیگری رو آورد و مخصوصاً در رساله گیران و کریپیدیا سیمای حاکم شاه آرمانی را به تصویر کشیده. در برابر این برنامه سیاستی نوی دولتی سالهای 60-50 عصر 4 را مرتب ساخته است. در هر دو حالت رشد غایه حاکمیت شاهیگری در شکل عنعنوی بدیعی ظاهر می شود. در
گیران در شکل مکالمه‌ای که گویا یک زمان بین شاعر معروف سیمنید و کیاس و حاکم مستبید سیسیلیا گیران در ابتدای عصر 5 حکمرانی میکرد صورت گرفته است. در کیراپیدیا در شکل رمانی تاریخی فلسفی که درباره روزگار و کارنمایی شاه فارس کروش کلانی میانه عصر 6 نقل می کند. این اصول بدیعی نباید به راه سرپیچیده برد. البته در هر دوی این اثرها سیمای حاملان غایه‌های مثبت تصادفاً انتخاب نشدند. سیمنید از کیاس سراینده شجاعت شهروندی و اینچنین حامل حکمت عملی در نقش مشاور باوری بخش بود و به حاکم مستبد مصلحت میداد که چطور باید حاکمی نمونوی شود. از جانب دیگر کروش کلانی یکی از بزرگترین جنگاوران و شاهان سابق که تصویر او مدتی طولانی در احاطه آریحه رمانتیکی قصه های و روایت ها قرار داشت، برای نقش قهرمان تجسم یافته شاه استیلاگر و آفرنده دولت بزرگ حدودی نمونه بهترین بود. اما اصلاً مسئله با همین نتیجه محدود است. وظیفه های این پرسنج های تاریخی در عقاید کسینوفانت کاملاً با طرحریزی های ایدئولوژی او وابسته است. غمخواری درباره مطابقت قطعی تصویرهای ادبی در گیران و کیراپیدیا و سیماهای تاریخی آنها برای کسینوفانت ذره اهمیت نداشتند. گفته‌های فوق الذکر به تمام زمینه‌های تاریخی این دو اثر کاملا دخل دارند. واقعاً در گیران تقریباً گوناگون رنگی تاریخی وجود ندارد و در کیراپیدیا باشد آن نقش یاری دهنده زمینه شرطی را می‌باشد که تصوری فاصله ضروری را برای این تخیلات به وجود می آورد. مؤلف ما با تاریخ عمومی فارس و زندگی نامه کروش خوب آشنا بود. او اثرهای هرودوت و کتیسی را که پیش از او درباره عملیات پارس ها نوشتند خوانده است. خودش به پارس حد اقل در مناطق غربی تابع پارس ها سفر کرده است. اما کسینوفانت به تاریخ پارسی به معنای تام آن توجهی نداشت. این تاریخ برای او حتی بیشتر از تاریخ نوی اروپایی برای الکساندر دیوما تنها همچون یک دیواری بود که در آن رسم خود را آویخته بود. این نکته را که کسینوفانت تا چه اندازه مواد تاریخی را به اختیار خودش به کار برده است مثالهای زیرین نشان می‌دهند. در تفسیر کسینوفانت کروش شاهیگری ماد را با راه آسایشته به دست آورده است، در حالی که آن در حقیقت نتیجه مبارزه‌های مسلحانه شدید بود. کروش ماد را همچون مهر دختری شاه کیاکساریس که مؤلف ما اختراع کرده است قبول می کند، در حالی که در اصل وی این سلطنت را از استیک قبول کرده است. رقیب اساسی مادها پارسها در رمن با اصرار آشور یا آن که در اینجا همان یک معنی است سوریه ذکر می گردد، در حالی که در اصل باید سخن درباره شاهیگری دیگر بابلی نو رود. درباره ضبط شدن مصر از جانب کروش یادآوری می شود
در صورتی که در اصل این کشور را بعدتر پسری کوروش کامبیس اصطلاح نموده بود. نهایت کسینوفونت به قهرمان خود امکان می دهد که بر اثر پیری در بستر خود در احاطه دوستان بمیرد، در حالی که کوروش تاریخی در جنگ با مسگیت ها به قتل رسیده است. ماهیت آزاد و غیر تاریخی انشای کیراپیدیا الکی در زمان قدیم درست فهمیده می شد. مثلا به حکم سیتسیران اشاره کردن ممکن است در نامه به برادرم کوینت آمده است. کسینوفونت کوروش یعنی کیراپیدیای مشهور خود را از نگاه تاریخی درست نه، بلکه به خاطر آن نوشته است که تصویر قوه عادلانه را که سختگیری از حد زیاد آن را فیلسوف با مهربانی نادر به هم می پیوندد به قلم کشد. ترجمه گارنشتین. این در زمان معاصر به بعضی محققان برای معین کردن دلیل‌های تاریخی مربوط به تاریخ قدیمه شرق با رجوع به کیراپیدیا خلل نمی رساند و خلل نخواهد رساند. مقایسه کنید. با وجود این به غیر از گذشتگان، ملاحظه های عادلانه کارشناسان معاصر درباره رنگارنگی تاریخی دروغین کیراپیدیا جای دارد. اثری در بالا ذکر شده بررسی منظم و مکمل تمامی مواد دخلدار، پرسنش ها، رویدادها، رسم و آیین ها و مقرراتی که زمینه تاریخی کیراپیدیا را تشکیل می دهند. ما تکرار می کنیم هدف اساسی در کیراپیدیا عموماً تاریخ نیست، مهمتر تصویر زنده شاه آرمانی، تصویر مفصلی حیات نمونوی او و دولت آرمانی آفریده‌اش می باشد. آبراز کوروش در تصویر کسینوفونت یک نوع آمیزش دلکش است که در آن خصلت‌های زنده پرسنش‌های گوناگون تاریخی آدمانی به کسینوفونت نزدیک و مورد احترام او قرار گرفته را در می‌یابیم. از جمله خصلت‌هایی که او به قهرمان خود می‌بخشد، جسارت و انتظام صرف اسپارتانیکی کوروش را با اگیسیلای نزدیک می‌کند، حکمت در روحیه سقراط، قابلیت فرماندهی با اسلوب مستبد شرقی که کوروشی خوردی بود یا شده می توانست روشن ظاهر می گردد. شما گفتاری 91 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.